چند سال پیش امام جمعه خانسار اومده بود گفته بود امریکا اگه راست میگه جلوی بالا رفتن دلارش رو بگیره، تحریم نمیخواد ما رو بکنه. ما خندیدیم و اینا، البته تکذیب کردن و گفتن همچه حرفی نزده. گفتیم خیلی خب پس تا این قد که میدونن که این حرف احمقانه است خب بگذاریم، شاید هم نگفته باشه. ولی حالا ببین رئیس کل بانک مرکزی کشور، یعنی نفر اول اقتصاد کشور، ببین چی داره میگه. ما در بانک مرکزی مرزبان ریالیم، ما کار به دلار نداریم. دلار که پول ما نیست، که ریال پول ماست. ما ریال رو حمایت کنیم، ریال رو تقویت کنیم، ریال رو حکمرانی کنیم، ریال رو براش قاعده بذاریم. همه جا بریم داد ریال رو بزنیم. ما موزنمون ریال، ما موزنمون دلار نیست که دلار یا حکمران دیگه ای داره. ما موزنمون ریال، رو ریال باید متمرکز بشیم. خیلی خری